دویم سوال، اسلام چی معنی دارد؟ خب اسلام چی معنا دارد؟ اسلام معناش همین است که در همه امرهای قرآن و سنتهای پیغمبر تسلیم شدن، این اسلام است. اسلام معناش این است که به هیچ کس ضرر نرسان و از هیچ کس ضرر نبین. این اسلام ما و شما چنان دینی هست که در داخلش همه رحم و انصاف جایگیر است. این بهترین دین در روی دنیاست و بهترین دین از جهت آن است که ما و شما در آخرت از حساب همین دین اسلام در نزد خدا چکار میکنیم؟ نجات میابیم. زیرا خدا خود میگه این الدین عند الله الاسلام، و درستی این که دین در نزد من اسلام است. همین اسلام ها ببین که امروز اگر چنده که دشمنان اسلام دین ما را به دین تروریستی و دیگر حواله میکنن، آن کسانی که این سخن نسبت دین ما میگن خود اونها تروریست هستند. چی جای تروریستی دارد دین اسلام؟ در وقتی که همین بایزید بسطامی را ما به شما یک قصه شا بگم. از بسطام حضرت در میانش یک تخم را بست میگد برای در راه خوردن. اسلام آداب شبین، رحم شبین. آمد به شهر حمدان رسید، بین چند صد کیلومتر طی کرد. وقتی که در یک حمدان نشست، خواست که همون تخمی که همراه خود آوردگی بود برای استفاده کند، نگاه کرد که پری مورچه هست. حضرت نگاه هم تا پیچوند، گفت این مورچه های همون شهر باستان هستند. شهر بستام، همین مورچه ها از شهر بستام آمدگی هستند. این من اگر در شهر حمدان حاضر اگر اینها را من کشاده کنم، اینها همه سرگردان میشوند. اینها را باید شهر خودشان بردن در کار. حضرت پس گشتن، بستام آمدن، همون مورچه ها را در شهر خودشان کشادن. ببین این رحم بی انصاف بی اسلام. ببین چگونه دین است. دین ما و شما دین نصیحت است، دیگر هیچ چیز ندارد. السلام علیکم داملا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد. زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق فلان کار نکردم، در اصل کرده باشید، زن طلاق شده است. فرق ندارد. شما به زن طلاق قسم که خوردین، زنتون طلاق میشود. او چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق است. لفظ طلاق گفتی، زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهمات برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر را پیشه کنین، لکن طلاق نتین تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. این برادری که در اینجا خیر کرده، با امید آنی که در حق مادرشان دعا کنیم خدا مادرش رحمت مغفرت گورش پر نور بسازد و فرزنداش خدا عمر دراز با برکاتی با توفیق نصیب روزی بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است اینها را خدای مهربان به درگاهت مقبول بسازی و ماه مولود پیغمبر خداست. این بندگان خیر احسان کردگی را خدایا به شفاعت پیغمبرت موفق بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال هایی که باقی مانده است انشاءالله میبینیم
جمعه آینده کنی و شاید به جمعه های آیندهش باز یک سوال جواب دیگر انشاءالله تشکیل میکنیم. دامنای شیرین سخن، السلام علیکم. خدا شما را صحت سلامت نگه دارد. شما فخر کلاب ما هستید. ما نیز بنده عاجز و دوستدار شریعت اسلام هستیم. دو سوال دارم. کدام گونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و در کیها داشتن سگ جایز است؟ چگونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و برای کدام انسانها سگ در خانه نگه داشتن جایز است؟ پیغمبر ما و شما حدیث های مبارک نویساندم، میگوید لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب و سوره. این ابو هریره ابی طلحه روایت میکند. حضرت میگوید پیغمبر خدا گفت که ملائکه های رحمت در خانه که سگ هست و در خانه که صورت است داخل نمی شوند. شما ای مردم مسلمان از خاندانتان صورت های بی‌معنی را دور کنین. خاندان همه ما و شما به صورت ها تبدیل یافته است. خانه جین و شیطان شده است. صورت ها را از خانه هاتان دور کنین، صورت پرست هم نشین. و سگ ها هم در خانه بدنش چی هست؟ سبب این است که ملائکه های رحمت در خانه ما و شما داخل نمی شود. برای کیها جایز است؟ رسول اکرم میگه شخصی که اگر رمه داشته باشد، شخصی که اگر زمین داشته باشد، برای پاسبانی زمین، برای پاسبانی رمه و اگر حولی کلان در خانه داشته باشد، برای او انسان هم سگ داشتن گناه نیست. یعنی حولی هایی که ما و شما داریم در اینها سگ نگاه داشتن جایز است، مگر سگ در داخل خانه راه دادن در کار نیست. خانه ای که ما و شما میشینیم در او طعام میخوریم، در اونجا جای مثال خواب ما و شماست، در همون داخل خانه جایگیر کردن سگ جایز نیست، در حوالی باکی ندارد. السلام علیکم دامنای عزیز. یک نمود شپرک را اوراح میگویند و آن را آرد میکنند. آیا این درست است؟ یک شپرکی هست که در خانه ما و شما ارواحکش میگیم. وقتی داخل می شود ما و شما را در حال ارواح‌های گذشته من یادمان می آید. یعنی از ما ارواح‌های گذشته هست. همین شپرک برای همون آمده است گفته ما و شما را یک یادآوری میکنند. لیکن در اصل این اصل ندارد. این ارواح به منزله شپرک نیست. ارواح‌های ما و شما خاندان ما و شما می آید. ارواح‌های ما و شما برای خاندان ما و شما، برای نظارت زن خودش، فرزند خودش، خانه خودش چگونه معامله در او خانه است برای خبرگیری می آیند. نظر میکنند که از خانه بر بحر او آیا یگان طعام، آیا یگان خیر احسان، آیا 2 رکعت نماز خوانده می شود یا نه. البته می آیند، لیکن شما میتونین ارواح‌های خودتان با قدر ضرورت خودتان از خیر احسان چکار کنین؟ خشنود بسازین، با نمازها خشنود بسازین. این ارواحکی که میگیم اینا البته اصل ندارن. این هم یک مخلوقی خداست، فصلش میشود، پیدا میشوند، هر خانه داخل میشوند. اگر بر همین بهانه هم اگر خانه‌ای که خیر احسان نداشته باشد با فکری همین اگر خیر احسان کرد اینش هم خوب است.